تقریبا 26 روز گذشت که اجمل جان، امید جان و ابی جان در بند هستند. در مدت امی 26 روز تا فعلا که اونا در بند هستند هیچ خبر ازشان. سلام غلام سخی جان، خوب هستی؟ بخیر هستیم. قربان سرت، چال داری؟ در متحده امریکا در حج بیت الله کعبه شریف یک چند دانه منافقا خندمی. یک کار کو خیبه بخشی غلام سخی جان، من معذرت میخوایم. لالای نازنینم، خودت بیا امرای ما که ما در تصویر بیایم، اردیم یک جا یک چند دقیقه قصه میکنیم. صحیح است؟ یک دقیقه مرا وقت بده. تشکر دوستای عزیز، بنده غلام سخی جان باشین. جاری غلام سخی جان، خوب هستی؟ منو میشناسی؟ میشناسم. کی هستم؟ نامم چیست؟ یک آدم هستی؟ تقریبا 26 روز گذشت که اجمل جان، امید جان و ابی جان در بند هستند. در مدت امی 26 روز تا فعلا که اونا در بند هستند هیچ خبر ازشان نیست. نه محکمه و نه کدام حکم دیگه، هیچ چیز معلوم نیست. چرا وقتی که اینا به جرم توهین به مقدسات گرفتار شده بودن، سخی جان آزاد شد و ما بسیار زود خوش شدیم سخی جان آزاد شد، چون سخی جان مریض است. سخی جان نمیفهمه که چی میکنه یا چی میگه. درست؟ پس این مشکل فعلا به نظر من حل شده. اجمل جان هم وقتی که متوجه شد معذرت خواست. تا ساعت 1 بجه شب لایف رفت، معذرت خواهی کرد. بعد از او فردایش یک ویدیوی نمیفهمم تقریبا 10 دقیقه یا 5 دقیقه گرفت، او را هم اپلود کرد، معذرت خواهی کرد. اولا از خداوند بخشش خواست، بعدا از علما، از طالب صاحبا و از تمام مردم افغانستان معذرت خواست. و به نظر من تا جایی که معلوم میشه مشکل حل شده بود، چون وقتی که یک انسان به اشتباه خود پی ببره و معذرت خواهی کنه گپ حل است. و دوم، بعد از اینکه همکارایم بازداشت شدن، از اینا اقرار اجباری گرفت که همه مردم میفهمند، ازشان اقرار گرفت و بعدا باز هم اونا معذرت خواهی کردن. و بعد از امون روز تا حال نه ازشان کدام ویدیوی برآمده، نه دربارهشان کدام گپ است. حتی این دیگه سرنوشت همکارای معلوم نیست که چی میشه و آخرش چی خواهد شد. چرا در مدت از 26 روز اینا محکمه نشدن؟ چرا حکم صادر نشده؟ و بر علاوه از این که از اینا هیچ خبر نیست، حتی به فامیلایشان اجازه نمیده که اولادای خود ببینن. پس 26 روز به نظر من مدت کم نیست، بسیار یک مدت طولانی است. باید یک خبر ازشان میشد، باید یک گپ یک طرفه میشد، اصل موضوع آشکار میشد، نمایان میشد، یا معلوم میشد که گناهشان چی است و چی تصمیم میگیرن یا آزادشان میکرد. پس چرا تا چی وقت یا قسم باشه هر کدام از اینا از خود فامیل دارن، فامیلایشان فعلا خون میخورن، جگر خون هستن، شب روز خدا نمیفهمن. پس من حتی همیشه که پست میمونم خواهان آزادیشون بودیم، چون من خودم میفهمم و همراهشون بودیم. انسانای بسیار خوب بودن، از فامیلای خوب بودن، به نظر هیچ کدام کار اشتباهی نکردن. ولی اگر سخی جان او آیات قرآن کریم خوانده، سخی جان مریض است، نمیفهمه. ولی از پیش ما هم اشتباه شد. درست ما قبول داریم از پیش ما اشتباه شد، اما اجمل جان به ادیتور ما گفته بود که همین قسمت کت کنیم که در اینجا مقصر هیچ کدام ما نیستیم، هیچ کدام ما مقصر نیستیم. این گناه ادیتور است که اینجا را کت نکرده و همه رو پخش کرده. باز هم میگذریم از این موضوعات. و طالب صاحبای ما گفته بودن که سخی جان دیگه حق ظاهر شدن در یوتیوب چینل ها رو نداره، چون گفته بودن که سخی جان با هر کسی که ظاهر شوه موضوع از این است که از سخی جان سوء استفاده میشه به بخاطر تجارت. پس چرا امروزه سخی جان در چینل دیگر ظاهر شده و اونجا کار میکنه؟ دلیلش چی است؟ و به همه مردم افغانستان معلوم است چی در داخل از کشور هستند چی در خارج از کشور و تمامشان موضوع نمایان است.
کف دست دوری که اجمل جان هیچ وقت با بدی سخی جان نبوده. اجمل جان همیشه وقت کوشش کرد سخی جان خوب شود. نسبت به روزای اول که سخی جان را مردم دیده بودن و مشناختن تا فعلا زمین و آسمان فرق کرده. اجمل جان مثل یک پدر، مثل یک مادر، مثل یک برادر از سخی جان مواظبت کرد. شب و روز متوجهش بود، او را در بین اجتماع آورد تا ببینه و بفهمه که تشخیص بده که کار خوب است کار بد. سخی جان بسیار زیاد از گذشته کرده خوب شده بود، ولی نمیفهمم خدایا رجال مردم ما که بعضی گپای تا و بالا میزنن و یگان چیزا میگن، ولی بازم بر ما مهم نیست. ما چیزی را که میخواهیم و خواستار چیزی که هستیم ای هست که همکارایم به خیر و خوبی آزاد شوند و به خانه خود پیش فامیلای خود برگردن. ما دیگه هیچ چیز نمیخواهیم و حتی میخوایم یک موضوع دیگر رو یادآور شوم که مدت 2 روز میشه سخی جان دمی چینل که فعلا همکار است و یا کار میکنه ما مسیج موندیم، اونا جواب دادن. بعدش من خواستم ازشان که امروی سخی جان هم کلام شوم، امروی سخی جان گپ بزنم و گفتم میخوایم سخی جان ما پیش خود بگیرم. وقتی که این مسیج موندیم تا امروز 2 روز شد که به مسیجای ما جواب ندادن و حتی تماس گرفتم، زنگ زدم، زنگ مرا قطع کردن و جواب ندادن. من حیث یک افغان، من حیث یک انسان و من حیث یک دوست و همکار سخی جان که یک مدت همراهشون بودیم حق مسلمم است که من از حال احوال سخی جان با خبر باشم. سخی جان کجا است، چی میکنه، در چی حالت است، یکم است، ولی اونا به من اجازه ندادن. نمیفهمم که دلیلش چی است و چرا اجازه ندادن. من قسمم نمیگم که یعنی سخی جان دیگه جای حق کار کردن نداره، سخی جان باید امروی ما باشه، ولی ما خوشی سخی جان کار داریم. سخی جان امروی ما، همروی تیم ما خوش بود. من حتی به خاطر از یک سخی جان دیدم در دیگه چینل ها بسیار وضعیت روی سخی جان خراب است. من خواستم که امروی سخی جان گپ بزنم و از اونا خواستم که سخی جان دوباره ما پیش خود بخوایم خارج از کشور امروی خودم باشه تا زمان که اجمل جان آزاد شود، ولی نمیفهم دلیلش چیست. به مسیج